قرآن یه آیه داره میگه ادعونی استجب لکم، دعا کنید مستجاب میکنیم. ادعونی استجب لکم. کسی اومد خدمت ما گفت من یه آیه رو قبول ندارم، برای که من هر چی دعا میکنم مستجاب نمیشه. امام فرمود چجوری دعا میکنی؟ گفت میگم خدا این چیزا رو به من بده. امام فرمود دعا یه شماره تلفن داره، اگر این شماره رو بگیری خدا گوشی رو برمی‌داره. آدابی داره، آدابش 8 تاست. 1 بسم الله بگید. 2 از خدا تجلیل کنید، یا علی و یا عظیم یا غفور و یا رحیم. دعا از خدا تجلیل کنید. مثل همین دعای جوشن کبیر 1000 تا تجلیل از خداست. یا حکیم و یا علیم و یا قدیم و یا عظیم و یا 3 توجه به نعمت‌ها. انت الذی خدا اینو به من دادی. این چقدر انت الذی تو قرآنه. 4 شکر، 5 صلوات، 6 اللهم صل علی محمد و آل محمد، 6 ایبا خودتو بگی انا الذی خدای منتها ایبادو که میخوای بگی جوری نگو که بغل دستت بفهمه. یه لحظه فکر کن لغزشاتو به ذهنت بیار. میگن علامت مؤمن اینه که مؤمن یاد لغزشاش میفته ولو بعد 40 سال ناراحته. ولی منافق وقتی گناه میکنه انگار یه مگس ویز میاد میره فراموش میکنه. توجه به لغزش ها، بعد عذرخواهی و استغفار، اینا شماره تلفن خداست. یه حدیث هم داریم که اگر میخواید دعاتون مستجاب بشه لقماتون حلال کنید. اگر میخواید هواپیما بپره بنزین خاص بریزید توش. شما اگر غیر رو بریزید تو هواپیما نمیره، غیر تو شکمشه. با درآمد و لقمه حرام که نمیشه دعا مستجاب بشه. یکی از آداب دعا اینه که به همه دعا کنیم. دعاهاتون میلیاردی باشه، دعای میلیونی نکنید. میلیاردی. چطور؟ وقتی میگی اللهم اشف، خدایا بچه فلانی شفا بده، بچه خودمون شفا بده، خواهرمون، مادرمون، اگر به افراد دعا کردی اینا فردن، به اونام دعا بکن. اما بگو اللهم اشف کل مریض، کل مریض همه مریض داری میشه میلیاردی. به اونایی هم که به شما ظلم کردن بازم دعا کن. امام سجاد در دعاش میگه خدایا اگر ظالمی به من ظلم کرده اومده پلو من عذرخواهی میکنه و من عذر اونو نپذیرفتم، گفتم نخیر من از سر تقصیراتت نمیگذرم، تو به من جسارت کردی من از سرت نمیگذرم، خدای امام زین العابدین ببخش که کسی ازش عذرخواهی کنه و بگه من از سرت نمیگذرم. بگذارید. قرآن یه آیه داره میگه ولیعفو ولیصفحوا، همدیگه رو عفو کنن. ولیعفو امره، باید همدیگه رو ببخشن، باید از سر تقصیر همدیگه بگذرن. بعد میگه الا تحبون ان یغفر الله لكم، میگه نمیخوای خدا ببخشده، اگه میخوای خدا تو رو ببخشه تو هم مردم ببخش.